دو، نظارت ها در پروتکل الاغی anywhere و anytime، هر مکان. The International Atomic Energy Agency will be permitted the use of modern technologies. میدونی اینجا مدرن که میگه یعنی چی؟ دوربینه قرار آنلاین بشه. آنلاین میدونید معنیش چیه؟ طرف تو خارج نشسته، تو آمریکا نشسته، بچهای ما رو دیگه رصد میکنه. خود دسترسی برای چی میخواید؟ حواسا بنده است. من همه رو گفتم برای اینکه این تکه رو بگم. با بنده باشید، با بنده باشید. خب سوال، موضوعات گذشته چیه که باقی مونده؟ موضوعات گذشته چیه که باقی مونده؟ بابا هستی مستی رو نخواستیم. این خیانت به این کشور است. رفتن این تعهد رو دادن. have been agreed. به اینا امیدی نیست. have been agreed. گفتم من دیگه دست و پات میبوسم، ما دیگه انتقاد نداریم. راست میگه، تو این نوشته have been agreed. چرا رفتید اجازه دادید؟ شما برای اینا قرار بود جشن بگیرید؟ الان لیستش هم دادن به ایران، لیست هم دادن، فلانی رو بدید، فلانی رو بدید. یک، گفتن نظارت ها منحصر به سایت های هسته‌ای نیست. متوجه یعنی چی؟ یعنی anywhere, anytime, any up, any down, any left, any right, any فیها خالدون مقام عظمای ولایت. او عینکو من بده. یعنی میخوان به هر نقطه ای از جسم ناقص ولایت نظارت داشته باشن. قربانت. این خیانت محضه. واسه این میخواستین جشن بگیرین؟ بعدی چی؟ بذار از رو خود از رو خودش دارم میخونم ها. The International Atomic آلوقیسی با نیناش ناناش اتمیشونو کردن آلوقیسی. بخونم از ویل بی غیر میدد. ببین چجوری اصفهانی توش وارد کردن. غیر میدد. کی غیر میدد؟ اون عینک بده به من. عینک بده به من. تو ادامهش داره میگه، تو ادامهش اومده، اجازه بده از روش بخونم، اجازه بده از روش بخونم. تو ادامهش اومده The use of mother alligator. چی میگه؟ آقا هسته‌ای نخواستیم، دست پاتون رو میبوسم. سر همه چی هفوین اگرید کردید، سر امنیت اهل بیت مقام عظما هم هفوین اگرید کرد. آقا چیکار؟ لگد به بختمون نزنید. اینقدر که ما لگد به بختمون زدیم، بروسلی به حریفاش نزد. بقیه‌اش چی؟ گوش کن، حواست به من باشه، حواست به من باشه. ده پروتکل آف الحاقی. این پروتکل الحاقی چیه اینا اینقدر میگن؟ آقا عینکو بده من. منظورش همون توپل مپلای قربان، منظورش همون توپل مپلای نظامه. غیر از روحانیت کی توپل مپله؟ کی توپل مپله؟ اجازه از روش. ویل بی آنلاین. ویل بی آنلاین. میدونی یعنی چی؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی دوربین میذارن طرف تو آمریکا نشسته، بچه هامونو رصد. آقا عینکو بده من. بچه هامونو رصد میکنن. کسی جرأت میکنه بره گرمابه؟ بابا آنلاینه، آنلاینه. واسه این میخواستیم جشن بگیریم. سر گلستان و گرمابه هم هفوین اگرید کردن. با یکی از اعضای تیم مذاکره بعد لوزان گفتم لوزالمعدت هم میبوسم. آقا ما دیگه دلواپس نیستیم، ما دیگه انتقاد نداریم. با این بلاهایی که شما سر ما آوردید، فردا تو جهنم هر بلایی سر ما بیارن میگیم خب اینم که تکراری بود، قبلا سرمون آوردن، برو بعدی. میگه چرا اینقدر مذاکرات طول کشید؟ معلومه، منم میرفتم کنار دریاچه لوزان سوئیس یا وین، هی مذاکرات رو کش میدادم. اگه راست میگن محل مذاکرات رو بزنن دوراهی زابلزایدان، 10 دقیقه‌ای به نتیجه میرسیدن. 10 دقیقه‌ای. سر این میخواستین جشن بگیرید؟ این خیانت محضه. بذار بخونم، از اون کاغذ میخونم. گفتن مرعکس نظام امریکان در ببخشید فارسی نوشت، فارسی نوشت. میگه گفتن چی شد؟ گیر کردی اوی. مرعکس نظام امریکان در اختیار، یعنی کاکتوس اعتماد به نفس عراق. ای خدا توش فلش بزن، نداره. بذار از روش بخونم. گفتن مرعکس نظامیتون رو در اختیار.
ببخشید فارسی بود ببخشید. گفتن مراکز نظامیتون رو در اختیار ما قرار بدید. الاقچی هم گفته اجازهشو دادیم. طرف یه کپی از قیافه‌شو ببره بانک کشاورزی بهش وام خوشسالی تعلق میگیره، بعد میگه اجازه رو دادیم. آقا و عینکو بده من بابا. یعنی کاکتوس اعتماد به نفس الاقچی رو داشته باشه سالی 3 بار هلو میده. هلو نده شفتالو حتما رو شاخشه. مقام عظمای ولایت رو همین کاکتوسا نشسته که فریادش بلند شده. واسه این میخواستین جشن بگیرین؟ خب این کارا رو میکنید، بعد غربیا میگن فلانی رو بدید، فلانی رو بدید، فیروزآبادی رو بدید، سردار سلیمانی رو بدین، فردا میگن جنیفر لوپز رو بدید. جان نه آقا جون، نه خیر، جنیفر لوپز خارجی ایرانیه. نه حوزه بابا من خودم باباشو میشناسم، جعفر لپه پز دیگه. آقا عینکو بده من. آقا ما هسته‌ای نخواستیم، اینقدر موی دماغ مقام عظما نشید. کل داستان هسته‌ای به پشه‌ای بود که رفت تو دماغ مقام عظما. حالا اینا اومدن همون سوراخو بستن، از یه سوراخ دیگه دارن توش حشره کش میزنن. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. ما که راهی بهشت زهراییم. اینو میخواستین جشن بگیرین؟ این خیانت محضه. سر جنازه مقام عظما هم حبوین اگریت کردن. آقا در انتها اگه حبوین اگریدید ما که خیلی گشنیم، سفره رو آنلاین کنیم که یه ویلبی نهار بزنیم. ویلبی قر میده سر نهار.